اگر آسمانه یا سقف رو نگاه کنید یک دونه گل نیلوفر آبی میبینید که به رنگ طلایی هستش. شما میبینید لوتوسه. گل نیلوفر آبی در آتشکده‌ها و در تخت جمشید و بناهای تاریخی ایران زیاد هست. گل نیلوفر آبی در مرداب و لجنزار به عمل میاد. این میخواد به ما آموزش بده اگر محیطت بد هست، به فرض اگر پدر من دزد یا بزهکار یا معتاده، این دلیل نمیشه که منم دزد و بزهکار و معتاد بشم. اگر من توانستم در یک محیط بد تبدیل به گل نیلوفر آبی بشم، من هنر کردم. افزون بر این زمانی که خورشید میخواد طلوع کنه، غنچه گل نیلوفر آبی باز میشه و هر جا که خورشید میره گلمون رو دنبال میکنه. این داره به ما آموزش میده که همیشه رو به روشنایی و نور باشیم. الان اگه دوستان میخوان شعر بخونن بله. نیلوفر زیبا به آب تکیه میکند و آفتاب به زمین. همین یک فوتو گرفت. نیلوفری زیبا به آب تکیه میکند و آفتاب به زمین. بیا تو به من تکیه نما که عشق منم. برای دوستان و برادران ایران زمین که ما همه همتبار هستیم، یک شعر درباره دوستی گفتنی هستم. من فدای مهر به همتای دوست، غم شریک و مونس و غمهای دوست. مزرعه دل می شود شادابتر، روز و شبها از دل دریای دوست. راستگوی و راستکار و راست قول، خم نگردد قامت والای دوست. گر به درگاه هم قدم ماند چه خوش، خانه چشمم بود مأوای دوست. آن دوست که دیدنش بیاراید چشم، و از دیدنش از دیده بیاساید چشم. ما راضی برای دیدنش باید چشم، گر دوست نبینی به چه کار آید چشم. آفرین. خب یک دعایی هم بشینیم، یه دعایی هم برای فردوسی. بیا آقای دامولا بیا. دامولا بیا اینجا بشین. نورالله شما دعا کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد سنتي عرشك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مقبول تلاوت قرآن خوشنودی حضرت رحمان بخشی سلام سمیرانه کلامی روانی رو باری صحیحا. سبحان الله و تعالی ربمی پروردگاری که آفرید از خلق رسول الله. سلام سمیرانه کلامی روانی حکم سنجمی پیغمبران و حضرت الله
سلطان تا بگیدم از آن جمله به نام خوش محمد مصطفی صلوات الله وسلم و جمیع انبیا ابداعی زمین و نام جمیع زرشگانی که در میکنم صلات های نائیان خواهدم و اصلا برای جمیع پدران مادران میکنم و همه شهیدان غریبان بیکسان میکنم که مدبان دافاتی هستند و حق آنها برماست حرمت الله مغفر لی و لوالدی و جمیع المؤمنین و المؤمنات مسلمین و المسلمات الاحیاء منهم الاموات انك مجيب الضعفاء ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مصر في ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار